من اینجوری میخوام بهت بگم آقا چقدر دیگه لعنت. من نمیخوام بگم چرا این جمله گفتی، اصلا من با تو موافقم. مگه نمیگی لعنت؟ لعنت، این لعن شدن، این نفرین شدن، این بدبخت شدن، بیچاره شدن، مرگ، بیماری، فساد، فحشا، مهاجرت، تبعید، سقوط ارزش پولی، چند صد برابر شدن قیمت ها، رویایی شدن مرغ و گوشت خوردن، این بچه های خیابانی، اعتیاد. چقدر دیگه لعنت آقای پرویز پرستی؟ چقدر دیگه لعنت؟ یعنی شما به عنوان یک جوان که شراکت داشتی در به وجود آمدن این نظام و تا دسته هم پاش موندی، فیلم براش بازی کردی، نمیدونم ارزش هاشو خواستی نجات بدی، چقدر دیگه لعنت میخوای بفرستی به این مملکت؟ اصلا من کار ندارم که الان چند میلیون اومدن بیرون جاوید شاه صدا زدن، چقدر شاهزاده رضا پهلوی طرفدار داره به عنوان یک شخصی که میگه من مقصد نیستم، من میخوام امکانی باشم برای رسیدن به اون مقصد لعنتی. به قول تو لعنتی چیه؟ آزادی.